بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه شناخت سیاست اسلامی که یک جلسه او در جلسه گذشته خدمت شما ارائه کردیم، یک درس او در این جلسه در درس دوم قرار داریم. در جلسه اول شناخت سیاست اسلامی از لحاظ تعریف او، فقط تعریف لغوی و تعریف اصطلاحی آشنا شدین و فهمیدین که سیاست اسلامی چیست و فرق او با سیاست غیر اسلامی چیست و خصوصا سیاست ماکیاولی که توضیح دادیم در کتاب چی که است فرمانروا یا کتاب پادشاه که است که در اون کتاب به چه شکل او توضیح داده بود و سیاست اسلامی به چی معناست تشریح کردیم. و در این جلسه منابع و مصادر سیاست اسلامی می‌خوایم خدمت شما تشریح بکنیم و توضیح بدهیم. یعنی اینکه سیاست اسلامی از چه منبعی مطالب خود را میگیرد، موضوعات را میگیرد و چگونه ما میتوانیم به معرفت مصادر اسلامی برسیم، شناخت سیاست اسلامی برسیم، از کدام منبع، از کدام مصدر. خب در این جلسه انشالله ابتداء صفحه کتاب به شما ارائه میکنم و این موضوع خدمت شما توضیح خواهیم داد. خب مصادر علم نظام سیاسی فی الاسلام، مصادر علم نظام سیاسی در اسلام از کدام مصدر و کدام منبع. اولا توضیح داده مصنف، گفته که کتب علماء الاسلام، علمای اسلام نوشتن در فقه نظام سیاسی، خیلی کتاب نوشتن، کتابای زیادی، هم کتابای قدیم هم کتابای جدید و اینها با بدون است. بعضی اوقات موضوعات سیاسی در ضمن کتابهای فقه اسلامی بحث کردن. مثلا در کتاب‌های فقه اسلامی 10 12 20 جلد 30 جلد کتاب نوشته شده، در ضمن او مثلا یک جلد مختص به موضوعات سیاسی است و در اونجا این موضوعات رو توضیح میده. مثل بعضی جلدها در بحث مسائل اقتصادی است، بعضی در بحث مسائل خانوادگی است، بعضی در بحث عبادات است. و بعدا اینجا گفته و نستطیع ان نقسم، و میتوانیم که تقسیم کنیم کتاب‌هایی را که تصنیف شده در نظام سیاسی به دو دسته. یکی مصادر عمومی، یکی مصادر عمومی است. یه مصادر عمومی به این معنا که مخصوص فقه نظام اسلامی نیست، سیاست اسلامی نیست، بلکه در او کتاب موضوعات دیگر هم آمده، مثل که پیشتر اشاره کردیم، مثل کتاب‌های فقه اسلامی و خیلی چیزا، کتاب‌های قرآن کریم، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، در اینها موضوعات سیاسی هم مطرح شده و در اینها می‌بینیم موضوعات غیر سیاسی دیگه موضوعات هم مطرح شده. لذا اینا با عنوان منابع عمومی یاد میکنیم، مصادر و منابع عمومی که در او مباحث نظام سیاسی یا بعضی از مباحثش، بعضی اوقات کل مباحث هم نیست، بعضی از مباحث سیاست اسلامی در اونجا آمده، بعضی هم نیامده، با در کتاب دیگر آمده مثلا، و مخصوص در فقه نظام سیاسی نیست. یک قسم این کتاب است. مثل چی؟ اول کتب تفسیر القرآن الکریم. در کتب تفسیر قرآن در تحت آیات مبارکی که مربوط میشه به موضوعات سیاسی میبینیم که فقها و مفسرین مباحث متعدد و مختلفی در باب مسائل سیاست اسلامی توضیح دادن. لذا اینجا گفته المصدر الاساس، مصدر اساسی برای نظام سیاسی در اسلام کتاب الله عزوجل است. و در جلسه گذشته هم گفتم که در قرآن کریم موضوعات عموما، چی در موضوعات فقه عبادات است، چی در معاملات است، چی در مسائل خانوادگی است، عموما قواعد کلی خیلی مطرح میشه، قانون داده میشه، موضوع قانونمند بشه. پس قواعد، و در باب سیاست اسلامی هم همچنین است، پس قواعد و اساساتی که نظام سیاسی اسلام بالای آن بنا می شود و تنظیم شؤون عامه مردم، یعنی امور مردم که تنظیم می شود برای دولتداری در اسلام، اساساً کتاب الله عزوجل است. یعنی اولین منبعی که تنظیم، چون ما در جلسه گذشته گفتیم سیاست یعنی تدبیر امور مردم، و حالا این تدبیر امور مردم اولین منبعی که یاد بگیریم که چگونه امور مردم تدبیر بشود، قرآن عظیم و شان کتاب الله تعالی است. و به همین علت میبینیم که علمای تفسیر از بسیاری از مباحث حکم و قواعد آن و مقاصد دولت اسلامی در وقت تفسیر آیات مبارکه میبینی صحبت میکنن، در خیلی جاهایی که مربوط است و به همان بحث ربط دارن. مثلا مثل این آیه مبارکه، آیه 49 سوره مائده، و ان احکم بینهم بما انزل الله، و حکم کن در بین آنها به آنچه که الله نازل کرده است. پس یکی از اساسات حکم اسلامی و سیاست اسلامی این است که در آن حکم بر طبق قانون
الهی باشد. و در جلسه گذشته باز توضیح دادم که منظور از این که به اساس حکم الهی باشد یعنی چی، که بعداً این بحث بیشتر هم مفصل‌تر هم خواهد آمد. ولا تتبع اهواءهم، دنبال هوا و هوس غیر مسلمانان و بیدینان نرو، اونایی که هوا و هوسی دارن از اونها پیروی نکن. واحذرهم، از آنها پرهیز کن، بر حذر بدار خود را، ان یفتنو، که از این که تو را به فتنه بیاندازند و دور کنند، ان بعد ما انزل الله الیک، از بعضی از آنچه که الله به تو نازل کرده. چنین نشه که در بعضی از امور تو قوانین به ضد قانون الله حکم کنی و از آنان بپذیری. موضوع در تحت آیه که علما آمدن خیلی مباحث متعدد و مختلفی بحث کردن. یا این آیه سوره نساء 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب را به حق به سوی تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس، تا تو بین مردم قضاوت کنی، داوری کنی، بما اراک الله، با آنچه که الله به تو نشان داده، با آنچه که به تو الله در قرآن راهنمایی کرده که چگونه قضاوت کنی، و همچنین در وحی خفی یعنی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. و دیگه در تحت این آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 159، و شاورهم فی الامر، با اصحاب خود در امور مشورت کن، در کارها مشورت کن. پس لحاظا یکی از مهمترین اساسات سیاست اسلامی قانون مشورت هست که البته اساسات و قوانین بعداً میاد، ولی اینا به طور نمونه و مثال است. یکی از اساسات مشورت است که حکومت اسلامی و سیاست اسلامی بر اساس استبداد رأی فرد نیست، بلکه بر اساس مشورت هست، و مشورت هم از اهل مشورت، و هر موضوعی باز اهلش فرق میکنه. در بعضی موضوعات اهلش گروهی هستند، در بعضی مسائل گروهی دیگر. مثلا اگر موضوعی در کشور است که به اقتصاد ربط میگیرد، خب طبعا اینجا اقتصاددان ها دخیلند. بخشی که ربط میگیرد به موضوعات شرعی، باز علمای شریعت اینجا دخیلند. بحثی که تعلق میگیرد به اطباء، باز به اونا تعلق میگیرد. بحثی تعلق میگیرد به تعلیم و تربیه، خب تعلق میگیرد به معلمین و کسایی که در اون رشته تخصصی دارند. خب به هر صورت در هر موضوع با اهلش باید که مشوره بشه و کار پیش بره، و این یکی از اساسات سیاست اسلامی است که در قرآن به او دستور داده شده. حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شده که تو با اصحاب خود مشورت کن. یعنی او رهبر مردم هرچی هم که مقام بالا و بلند داشته باشه، بازم باید از مشوره بی نیاز نیست، نیاز به مشوره دارد. دیگه منابع عمومی، منبع دوم کتب حدیث سیرت نبویه. ما در کتب حدیث خیلی موضوعات رو میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در موضوعات سیاسی حکم کردن، و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین جریان‌هایی رو زیاد میبینیم. و لذا سنت نبوی مصدر دوم برای شریعت اسلامی است و برای نظام سیاسی است. پس نصوصی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده، چی در سخنان پیامبر، چی در افعال پیامبر، چی در تاییدات پیامبر یک کار دیده تایید کرده، هی اصل من اصول نظام سیاسی فی الاسلام، این هم از اصلی از اصول نظام سیاسی در اسلام. به همین علت میبینیم که بسیاری از مباحث نظام سیاسی در کتب حدیث و در سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده و آمده است، و علمای حدیث از بسیاری از مباحث صحبت کردن، مثل حقوق الامام. امام یعنی رهبر مردم، امیرالمومنین، رئیس دولت اسلامی، خلیفه مسلمین، چه حقوقی دارد، چه مسئولیت هایی دارد، بیعت با او چگونه است، خروج بر علی او حرام است، خروج نباید صورت بگیرد الا باز به تحت شرایط مباحثی که دارد، و وجوب لزوم جماعت، کوشش کنیم که جماعت مسلمین را رها نکنیم، همه با هم باشیم، اختلاف و تشتت درست نکنیم، و دیگر مباحث نظام سیاسی اسلام که البته موضوعات خیلی زیاده، خب اینا نمونه میگه، بعدا بیشتر میخوانیم. لذلك به همین علت تعد شروح الحديث ومصنفات السیره من المصادر الاصلیه. به همین علت کتاب‌های شرح حدیث و تصنیفاتی که در حدیث شده، تصنیفاتی که در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شده، میتونه یکی از منابع اصلی حکم نظام سیاسی در اسلام باشد. ابن قیم رحمه الله میفرماید و اخذ الاحکام، و گرفتن احکامی که متعلق است به حرب، یعنی به جنگ با کشورهای دیگر، چون در باب سیاست گفتیم دو جنبه تقسیم میشه، یکی رابطه اول الامر با مردم خودش، با رعیت خودش، یکی رابطه اول الامر و دولت اسلامی با دولت‌های دیگر. پس در مسائل حرب، در مصالح اسلام و اهل اسلام چه مصلحت‌هایی دارند، چه ضرورت‌های رعیت دارند، و امر در امور مردم و امور سیاست شرعی اخذ احکام از سیرت پیامبر بشه و از مقاصد و جهادهای پیامبر بشه، این خیلی اولاتر است از اینکه نظریات افراد را مدار اعتبار قرار بدیم. البته به این معنا نیست که نظریات افراد هیچ مدار اعتبار نیست.
اگر نظریات افراد به خلاف او روش باشد، به خلاف قوانین شرعی باشد، مدار اعتبار نیست. اما اگر خلاف نباشد، توضیحی برای آن باشد، تشریحی باشد، چیزی باشد که با او در تضاد نیست و مصلحتی را برای مسلمین جلب می‌کند، باز هیچ اشکال ندارد. چنانچه ابن قیم در جای دیگر می‌فرماید که اصل اساس شریعت این است که خوبی ها را برای مردم به دست بیاورد، مصلحت ها را و مفسده ها و مضرات را از آنها دور بکند. و منبع عمومی سوم کتب الفقه. در کتب فقه اسلامی می‌بینیم که بخش خاصی را به نظام سیاسی اسلام اختصاص دادند و فقها در فقه اسلامی از احکام نظام سیاسی صحبت کردند و بسیاری از مباحث نظام سیاسی را آوردند، مثل حق بیعت، احکام حرب، احکام صلح چگونه صورت میگیرد، چه قوانینی دارد، و احکام ولایات، سرپرستی ها و ولایت ها در ضمن مباحث کتب فقه آوردند. والاصل ان جميع احکام نظام سیاسی تكون ضمن مباحث فقه الاسلامی. اصل همین است، عموم مباحث نظام سیاسی در کتب فقه میتونیم پیدا کنیم. البته وقتی میگیم کتب فقه، خیلی از مردم ما که آشنایی فقط با یکی دو کتاب فقه ابتدایی دارن، یک کنز و قدوری شناختن در فقه حنفی، فقط همینا رو شناختن، فکر میکنن منظور همیناست، فقط به تنهایی به اکتفا به همیناست. نه خیر، کتاب‌های فقه اسلامی خیلی زیادتر و بزرگتر از این است. اینا یک متن‌های ابتدایی است برای سهولت عامه مردم. یک کتاب‌های ساده‌تری نوشته شده، شاگردان درس می‌خوانند، متن‌های مختصری است برای این است. و اگر کتب فقهی که مفصل نوشته شده، بعضی تا 40 جلد و 50 جلد و 60 جلد کتاب نوشته شده و تنها در مباحث سیاسی 2-3 جلد یا چند جلد او مختص مباحث سیاسی است که در او توضیح داده شده. بعضی کتاب‌های خاص هم نوشته شده که بعداً می‌بینیم. ولذالک به همین علت می‌بینیم یکی از علمای بزرگ شافعیه، علامه امام ماوردی رحمه الله، دو کتاب در اینجا از او یاد میکنه. یکی کتاب احکام السلطانیه که این مخصوص به مسائل سیاسی و احکام سلطان و پادشاه و دولت و رعیت و این مسائل نوشته شده. یکی هم کتابی داره الحاوی الکبیر، کتاب فقهی است که عمومی است، هم موضوعات سیاسی داره هم غیر سیاسی. و لحاظا میگه که امام ماوردی مباحث احکام سلطانیه را در کتاب حاوی کبیر خودم آورده، لکنه افره در اونجا هم آورده، باز به طور خاص و مستقل هم آورده. مستقل به خاطری که آسان کند برای مردم. در کتاب مستقلی آورده حتی یسهله، تا اینکه آسان کند برای کسی که در امور سیاسی کار میکند راحت بتونه به او رجوع کنه. و اصلا این کتاب برای سلاطین زمان خود نوشته که راحت به این کتاب مراجعه کنند و قوانین بفهمند. و زبان روز علم در روز زمان زبان عربی بوده، یعنی در روز زمان حتی نامه ها در خیلی از کشورها به زبان عربی نوشته می شده. و متاسفانه امروزه خیلی کار کردن، این دشمنان اسلام زیاد کار کردن که زبان عربی که سر جای خود، حتی الفبای عربی از بین خیلی کشورها دور بشه. مثل در ترکیه که اصلا با زبان عربی یک تضاد به وجود آمد که حتی بعضی پیشنهاد دادن که اذان نباید دیگه به زبان عربی باشه، نماز نباید به زبان عربی باشه و خیلی حرفای دیگر که سکولارها و اسلام ستیزان بودن. که البته حالا باز جریانا به عکسه، جلوتر در زمان آتاتورک و بعد او مشکلات بیشتر بود. خب در کتاب احکام سلطانی خود گفته است، خود ماوردی گفته ولما کانت الاحکام سلطانیه، وقتی احکام سلطانی نسبت برای ولات امور سزاوارتر بود و مخلوط بودن این احکام با تمام احکام دیگر در ضمن کتاب فقهی بزرگ سبب میشد که این حکام نتوانند درست به او مراجعه بکنند. یقطعهم، قطع میکرد آنان را و منع میکرد از تصفح، از اینکه جستجو کنن این موضوعات را، به همراهی که اینا مشغول به امور سیاست و تدبیر و اینها هستند. دیگه اینا اگه میرفتن یک کتاب فقهی برمی داشتن که داخل او خیلی مباحث دیگر هم هست، مباحث سیاسی هم هست، پیدا کردن برایشون مشکل بود. به این علت افرادت لها کتاب مستقلی نوشتم که این افراد دولت مردان بتوانند از این کتاب استفاده کنند. چهارمین نوع کتاب هایی که از جمله کتاب های عمومی است و میتونیم از او در باب مسائل سیاسی استفاده بشه، کتاب های عقیده هست. در کتاب های عقیده یک بحث بسیار مهمیه. اگه چیزی شاید سوال پیش بیاد باب عقیده در رابطه به الله و رسول و آخرت و کتاب ها و ملائکه و این هاست، چی ربطی دارد به امام؟ باید بگیم که در کتب عقیده اصل ایه که اون مباحثی که تو اشاره کردیم باید اونو گفته بشه، اما بعضی موضوعاتی که یک گروهی از اهل بدعت در او افراط و تفریط هایی کرده‌اند یا اعتقادات باطلی داشتن، اونها هم در ضمن کتب عقیده بحث شده به خاطر که پرهیز بشه از اهل بدعت. مثل مسئله امام و رهبر مسلمین که در اون مورد
اهل تشیع دیدگاه خاصی دارن، خوارج میگن دیدگاه خاصی دارن. به این علت بحث امام و امیر مسلمین در اونجا آمده و خروج بر علیه امام و موضوعات اینچنین در اونجا بحث شده. میگه بسیاری از مباحث نظام سیاسی که متعلق به امامت کبراست، یعنی همون امیرالمومنین بودن و حق طاعت و تحریم خروج بر ولی امر، میبینیم در کتب عقیده در مورد او مفصل بحث شده و شرایط اول الامر چه کسی میتونه بشه، چه شرایطی باید داشته باشد و چه مسئولیت‌ها و وظایفی دارد. اینا موضوعاتی است که در اونجا بحث میشه. پنجم، کتب تاریخ و الادب. در کتب تاریخ هم خیلی اوقات میبینیم که موضوعات سیاسی تاریخ اسلام بحث شده و توضیح داده شده که از اونها خیلی میشه استفاده کرد. و در کتب ادب هم همچنین. کتب ادب یعنی کتب ادبیات زبان عربی که کتابایی که ادبیات بیان میکنن، باز میبینید در ضمن خود موضوعاتی میبرن به بحث حاکم و سیاست و نصیحت خلفا و ملوک و این مباحث هم اونجا بحث میکنن. در کتاب‌های تاریخ عمومی مثل البدایه و النهایه ابن کثیر خیلی موضوعات سیاسی را از اونجا میتونین که استفاده بکنین در ضمن تاریخی که ابن کثیر رحمه الله از زمان پیامبر صلی الله علیه و تا زمان خود آورده توضیح داده. و تاریخ الوزراء در کتاب‌های به عنوان تاریخ الوزراء نوشته شده، مثل کتاب الوزراء و الکتاب از ابی عبدالله جحشیاری. کتاب نوشته در اون موضوعات وزرا نوشته، خیلی موضوعات سیاسی میشه از او استفاده کرد. و کتب ادب مثل صبح الاعشا از قلقشندی میشه از او استفاده کرد. كل هذه الكتب تحوی ابوابا و فصولا عن صفات الحاکم و الوزراء و الاعوان. هر کدام اینها در برگیرنده بابها و فصولی است از صفات حاکم، از صفات وزرا که باید چگونه باشند و همکارانشان. و همچنین در این کتاب ها می‌بینیم نامه‌هایی است به خلفا، مثل رساله امام مالک رحمه الله به هارون رشید. این رساله داخل چی هست؟ داخل مکتبه شامله هم هست، 35 صفحه است. دوستانی که میخوان اونجا مراجعه کنن میتونن که استفاده کنن. رساله الامام مالک الی هارون رشید، نامه‌ای نوشته در 35 صفحه امام مالک به هارون رشید و خیلی موضوعات جالب و زیبایی در اونجا توضیح داده که متضمن بسیاری از مباحث نظام سیاسی در اسلام است. خب اینا به هر حال مصادر عمومی است. و یک نکته اینجا توضیح بدیم، در شاید کسی سوالی برای او پیش بیاید، بگه ما چی نیازی داریم که بیایم این کتابای گذشته بخونیم که به شکل بسته‌تر و شکل سیاست قدیم بوده، سیاست او زمان بوده و خیلی موضوعات امروز ما در او زمان نبوده به او شکل. چی نیاز داریم که بخونیم؟ چی ضرورت است؟ اولا باید بگیم که هر علمی که امروزه میخوایم روی و کار کنیم، او علم مبتنی است بر علومی که گذشتگان داشتن، حتی اگر نفر غیر مسلمان هم باشد. مثلا شما در کتب سیاسی که غیر مسلمانان هم نوشته‌اند، شما عموما مثل این کتاب الامیری که من گفتم از ماکیاولی که هست، شما او رو نگاه بکنین، خیلی موضوعاتی از تاریخ گذشتگان میاره، استناد میکنه بر اساس موضوعات سیاسی که توضیح میده. و خیلی از کتب سیاسی دیگه که اونا مینویسن، میبینی آرای ارسطو و دیگر فلاسفه یونان میارن، دیدگاهشون رو مطرح میکنن که بله فلانی چنین گفته، فلانی چنین گفته، اساسات اونجا میگذارن، بعدن میآیند به زمان جدید باز حرفای معاصر رو روی تطبیق میدن. لذا این اساس است، این قانون هر علمی است که باید به اون اساس بر بگردیم و بالای او بیایم ابتنا کنیم. ها یک چیز هست که نباید که شرایط روز خود ما مد نظر نگیریم و کلا مو به مو دقیق عین هو به او باشه، نه، قواعد کلی را ما از اونجا میگیریم و طبق شرایط زمان خود میایم تطبیق میدیم. قواعد رو میگیریم، راهنمایی ها و راهنمودها رو میگیریم و چیزایی که به زمان ما کاملا تطبیق میخوره و درست است و اون موضوعات روزی که هست در روشنایی اون موضوعات دیگه، اینها را علما جواب دادن که البته باید بگیم که اینها مصادر عمومی بود. باز مصادر خصوصی داریم و اینا باز به دو دسته میشن، یکی مصادر گذشته، یکی مصادر معاصر. ما در زمان معاصر بی حساب کتابایی داریم که در سیاست اسلامی نوشته شده و از جمله همین کتابی که حالا میخوانیم و خیلی کتاب‌های دیگر که طبق معیارهای روز نوشته شده و با مقایسه علم سیاست اسلامی با سیاست غیر اسلامی یا سیاست وضعی با اون مقارنه شده، کتاب‌های دلیل راستان نوشته شده که اون کتاب‌ها رو شما معرفی می‌کنیم. ایده پس دقت کنین و صبور باشین و دنباله میرسین ان شاءالله. لذا گفته قسم دوم مصادر خاصه، یعنی مصادری که به طور خاص در باب سیاست اسلامی نوشته شده، چی در گذشته چی در حال. خب کتاب‌های مختص و نقصد هذا القسم المؤلفات التي كتبت في مباحث النظام الاسلامی. میگه منظور ما هم کتاب‌های خاصی است که در
نظام سیاست اسلامی نوشته شده و شامل دیگه البته ایدم باز میگه لازم نیست که حتما این کتابی که میگیم در نظام سیاست اسلامی است حتما باید تمام مسائل نظام سیاسی بحث کرده باشه. یک کتاب یک بخش بحث کرده، یک کتاب یک بخش بحث کرده، یک کتاب دیگه بخش بحث کرده، یک کتاب خیلی از بخش‌های رو بحث کرده. یعنی از مجموع او استفاده میشه. به این معنا نیست که هر کتاب تمام مباحث را با خود داشته باشد. و تراث سیاسی اسلامی، میراث سیاست اسلامی که به ما رسیده، پر است به کتب و رسائلی که اصلا نمیتونیم اون رو حصر کنیم. کتابایی که به طور خاص در باب سیاست نوشته شده. مثلا کتابی میبینیم که کتابی وجود داره معاصر امروز نوشته شده، دکتر نصر محمد عارف نوشته کرده. در کتابی به عنوان دکتر است یا نیست، نصر محمد عارف یکی از نویسندگان، کتابی نوشته به عنوان مصادر و تراث سیاسی اسلامی. یک کتاب فقط مصادر و منابع سیاست اسلامی، و در این کتاب 307 تا کتاب را آمده معرفی کرده. هر کدام توضیح داده، تحلیل کرده، بررسی کرده که چنین و چنان از این کتاب به کی نوشته کرده، در کدام تاریخ به چه موضوعات توضیح داده. و کتاب هایی که نوشته شده در سیاست اسلامی، روش ها و منهج هایشان مختلف است در پیش کردن قضایا و موضوعات نظام سیاسی اسلام. و این برمیگرده به اختلاف مؤلفینش و ظروف تالیف، شرایط تالیف، زمانی تالیف کرده، شرایط تالیف. کتاب متفاوت از هر کس طبق شرایط و ضروریات زمان خود نوشته. و القرض الذی من اجله تم التصنیف، و به همین علت بارها فقها تذکر میدن که عبارات کتب فقهی را چی در باب نظام سیاسی چی غیر او خشک برخورد نکنیم که یک عبارتی گفته بگیم این همین عبارت مو به مو در زمان ما هم باشه. نه خیر، اصل علت و دلیل و حکم از اونجا بگیریم، استدلالی رو بگیرین و حکم رو بگیرین، چگونه برداشت کرده، هدف او چی بوده، مقاصد و شریعه در اونجا مد نظر بگیرین و بعدا میتونین به زمان حال بیاین باز تطبیق بدید. لذا تطبیق مسائل فقهی به واقع موضوع بسیار سنگین است. کار کسایی است که در مسائل فقهی بسیار مهارت داشته باشند. افراد عادی یا طلبه عادی علم یا ملاهای عادی که هستن خیلی مشکل برایشون که در این باب دخولی حتی داشته باشند. بلکه باید که ببینیم دیدگاه‌های علمای بزرگی که در این باب کار کردن چیست. فمنهم من یعرض تصورا عاما، بعضی از اینها منهجشان این است که کتابی نوشته یک تصور عمومی از دولت و امامت، یعنی امیرالمومنین و خلیفه اسلامی و مؤسسات دوله از نگاه فقهی داده. دولت چه مؤسساتی میتواند داشته باشد، دولت امام او چگونه باید باشد، دولت چگونه خودش باشد، در این موضوعات آمده صحبت کرده. مثل کتاب الاحکام السلطانیه از ماوردی و همچنین احکام السلطانیه ابی یعلا. تفاوت این دوتاییه. احکام السلطانیه ماوردی در فقه شافعی است و فقه حنفی و فقه مالکی. این سه فقه را آمده توضیح داده. فقه حنبلی نگفته. ابو یعلا آمده فقه حنبلی را به او علاوه کرده. و لحاظا در واقع میتونیم بگیم کتاب ابو یعلا مکمل کتاب ماوردی است. هر دو پهلوی هم بگذاریم. فقه هر چهار مذهب را در مورد مسائل سیاسی توضیح داده. و هناك من یکتب فی السیاسه علی طریقه نصاح الملوک. بعضی هم آمدن کتاب نوشتن به طریق نصیحت الملوک، نصیحت های برای پادشاهان نوشتن که در او خیلی از موضوعات سیاسی و خیلی از موضوعات مهم میتونیم یاد بگیریم. والتی یسترشد بها اولو الامر، که به وسیله کتاب ها اولو الامر مسلمین میتونه رشد بگیرد، ارشاد بگیرد، راهنمایی بگیرد که چگونه ملک را سیاست رو تدبیر کند، چگونه رهبریت کند که شکست نخورد در سیاست خود و تدبیر امور رعیت را چگونه بکند. در اونجا راهنمایی هایی است که این کار فلان. ولی گفتیم قوانین کلی داده، جزئیات، تطبیق جزئیات برمیگرده به هر عصر و زمان باز. ولذلك نجد فيها قسما كبيرا في فضائل الاخلاق. لذا در کتاب نصاحی الملوک میبینیم خیلی اوقات بسیاری از مباحث او مسائل اخلاقی است، مسائل علم است و دیگر فضائلی که باید ولات امور به او مزین باشند، مثل کتاب سراج الملوک از ترتوشی یا مبحث و مناهج المؤلفین فی السیاسه لیس. خب و اینکه مناهج کتاب ها نویسندگان سیاست اسلامی مختلف است میگه اینجا جایش نیست، بحثی خیلی مفصل در دیگه جا. اما در عصر حاضر فکثرت المباحث المتخصصه فی هذا الجانب. در این زمان که خیلی تخصصی خیلی کتاب ها در این باب نوشته شده و که خیلی از قضایای نظام اسلامی معالجه کرده و علاج کرده، مثل مسئله امامت عظما، شورا و غیر ذالک من القضایا، بحث عدالت، بحث حقوق، موضوعاتی است که
بحث شده. و سوف نقتصر هنا على ابرز ما کتب فی التراث سیاسی فی الاسلام باختصار. میگه بعضی کتاب‌های بارز را از گذشته و جدید، میگه قدیم و جدید معرفی میکنیم. حالا فقط یک عده کتاب‌ها رو معرفی میکنه و بحث تقریبا به پایان میبره. خب اول ببینین الاحکام السلطانیه و ولایت الدینیه از ابوالحسن ماوردی که در قرن چهارم نوشته شده. در قرن چهارم نوشته شده. چهارم و اوایل پنجم، اواخر چهارم و اوایل پنجم. و یتناول فی الموضوعات الاساسیه. در این کتاب موضوعات اساسی علم سیاست را آمده بحث کرده. موضوع امامت، چگونه یک امام تعیین میشه، شروطش چیست، وزارت چگونه است، انواع وزارت، چه کسایی میتونن وزیر بشوند، ضوابط کارشان چیست و دیگه ولایت ها و دیگه کارها هم توضیح داده. و یتعرض للابعاد الاقتصادیه المتعلقه بالفی. موضوعات اقتصادی را آمده توضیح داده نسبت به چی فی، مالی که از کفار بدون جنگ گرفته شده، و غنیمت و جزیه و خراج. این موضوعات اقتصادی توضیح داده. بعدا احکام قوانین جزار توضیح داده، احکام جرائم، احکام حسبه، احکام دعوت و امر معروف و این موضوعات قانونمند کرده توضیح داده. کتاب بعدی احکام السلطانی ابی یعلا، گفتیم که فقه حنبلی باز تشریح کرده و این کتاب کاملا، و این کتاب باز در همون زمان معاصرا تقریبا اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، با کمی این بعد از اون نوشته کرده. و این کتاب شبیه به کتاب احکام السلطانی است، چون چی است، معاصر هم هستند، از معاصر و ماوردی. موضوعاتی که ماوردی بحث کرده این هم غالبا به همون شکل بحث کرده، به همون شکل تفریع و شاخه کشی کرده، موضوعات توضیح داده. دکتر محمد ابوفارس گفته، البته میخواد این تشریح بکنه که چون این از کتاب او گرفته قدر کتاب ابو یعلا پایین نمی آید. درسته خیلی مباحث از ماوردی گرفته، اما چیزهای قیم و با ارزش به او اضافه کرده، چیزهای دیگه اضافه کرده. گفته که کتاب ماوردی چون نقل از کتاب ابو یعلا چون نقل از ماوردی کرده، لا یفقد الکتاب قیمت العلمیه، سبب نمیشه که ارزش علمی او از بین بره، بلکه یک نقصان او کامل کرده، چون او آرای شافعی و حنفیه و مالکی را آورده، این آرای حنابله هم باز آورده و به این طریق کتاب کامل شده و او نقصان تلافی شده. این لازم نیست که کل عبارات رو بخوانم، منظور همین است. حتی یتسنى لولاة الامور، تا اینکه آسان شود برای ولات امور که بر تمام مذاهب اطلاع داشته باشند و بدانند که در اینجا دیدگاه چگونه است و چیکار باید کرد. و این هم بگیم که در حکومت نظام اسلامی محدود بودن به مذهب واحد از مذاهب چهارگانه اهل سنت اصلا مناسب نیست، اصلا مناسب نیست، بلکه باید که دیدگاه اول الامر و امیر مسلمین و علمایی که در باب سیاست کار میکنن باید خیلی وسیع‌تر و فراختر از این موضوع باشه برای حل مشکل رعیت و مشکل مردم. کتاب بعدی، کتاب سوم، غیاث الامم فی التیاس الظلم از امام الحرمین جوینی است که باز در قرن پنجم نوشته کرده، استاد امام غزالی است. غیاث الامم کمک کننده فریادرس امت ها در خلط و ولط شدن تاریکی ها. التیاس یعنی اختلاط، در اختلاط تاریکی ها. این کتاب که هست 3 رکن داره که توضیح داده، یکی از بهترین کتابایی که گفتن نوشته شده. یکی گفتن که در نسب امام که چگونه امیر مسلمین تعیین می شود و حکم او چگونه هست و جهت هایی که تعیین کننده امام هستند کی هستند، چگونه باید تعیین کنند، صفات امام چیست، اهل حل و عقد کی هستند که تعیین کننده امامند، اونا چگونه افرادی باید باشند، امامت مفضول به همراه وجود فاضل یکی درجه پایین است، این می‌بینی امیر شده در حالی که از او بهتری هم وجود دارد، آیا درست است یا نیست. این یک رکن. رکن دوم، نتایج حدوث خلل در صفات معتبره در امام توضیح داده که اگر امام صفات نیک را نداشت، او صفات مطلوبه را نداشت، چی میتونه چی خلل‌هایی در حکومت به وجود بیاید. و رکن سوم در او بحث کرده از وجود مجتهدین در هر زمان که در هر زمان مجتهدین هستند و خلو و زمان از اونها چه نتایجی میتونه داشته باشه و مجتهدین باید در این باب کار کنن، نه علمای عادی و کوچک که خیلی میتونن ضربه بزنن. باید علمای بسیار بزرگ در سطح بالا که سطح اجتهادی دارن، این افراد بیاین در مسائل سیاست اسلامی نظر بدن، صحبت کنن، چون اینا علمشان وسیع است، درک عمیق دارن، درک وسیع دارن، مقاصد و شریعه میفهمن، نصوص خیلی خوب یاد دارن و تطبیقات درست میفهمن. لازم اینها هستند که میتونن کار کنن. و هر جا که علمایی باشه در سطح پایینتر که درک وسیعی نداشته باشن، باز نتیجه خیلی منفی خواهد بود. این بحثی است که اونجا مطرح کرده، یعنی یک بحث مهم وجود مجتهدین بحث کرده. کتاب چهارم، السیاست الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله.
یکی از بهترین کتابا که در قرن هشتم نوشته شده همین است، سیاست شرعی در اصلاح راعی و رعیت. این کتاب به دو گروه نوشته، یکی چیزی که یعنی در اصل که برای والی نوشته، برای اصلاح دو کس، یکی خود راعی، یکی رعیت. چگونه اصلاح میشه، چگونه اینا میتونن به سعادت برسن، به بهترین کشور باشن. و این کتاب خیلی جالبه که شیخ الاسلام ابن تیمیه وقتی که محمد ابن قلاوون پادشاه مصر از ایشان طلب کرده که برای ما، پادشاه مصر شام بوده، برای ما کتابی نوشته کن در باب مسائل سیاسی که به من راهنمایی باشه، در یک شب تا صبح نوشته، این کتاب نشسته نوشته کرده. و این کتاب در حدود تقریبا 150 صفحه است، تقریبا 150 صفحه است که این کتاب در یک شب نوشته. واقعا انسان تعجب میکنه. ببینید این قصه لیلی مجنون نوشته نمیکرده که هر چی از دهن او بیرون بشه نوشته کنه. موضوعات علمی نوشته که امروزه کتاب او یکی از بهترین کتاب‌ها در باب سیاست اسلامی است. امکان نداره امروز کسی در سیاست اسلامی کتاب بنویسه و از کتاب ایشان نقل نکنه در تمام مذاهب. شما تصور بکنید و این آدم آمده در یک شب نوشته کرده. این برکت در عمر حمیره میگن، الله متعال رحمتش کند، فی لیلتین، در یک شب نوشته. وقتی که لما سألوا ان يعلق له شيئا من احکام الرعایا، گفت چیزی از احکام رعیت برای ما بنویس که متولی امور آنها چه مسئولیت‌هایی دارد، چه کار باید بکند. و او در مقدمه کتاب خود نوشته فهذه رساله مختصره، یک رساله مختصری است، در او جوامع من السیاسه، قوانین کلی سیاست الهی و آیات نبوی آورده، لا یستغنی عنها الراعی و الرعیه، راعی و رعیت از آن بی‌نیاز نیست. و کتاب رو به دو بخش تقسیم کرده. کل کتاب سیاست شرعی شیخ الاسلام دو بخشه. یکی اداء الامانات. ادای امانات یعنی چی؟ یعنی امانت ها باید به اهل سپرده شه در تحت آیه مبارکه یا ایها الذین آمنو، چیه آیه مبارکه؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله شما را امر میکند که امانت ها را به اهلش بسپرید، یعنی وظایف را به اهلش بسپرید. اولین چیز شیخ الاسلام که روی او خیلی تمرکز کرده، گفته وظایف را به اهلش بدهید. کسایی که کار میکنن، کسایی که رهبر مردم هستن، والی مردم هستن، باید اهل باشن. اگر نااهل بود نمیتونه درست کار کنه. و اهلیت البته به دو بخش میشه، یکی تقوا و پرهیزگاری داشته باشد و یکی هم چی داشته باشد؟ تخصص و فهم درست داشته باشد. تعهد و تخصص هم مقوله مشهور. ادای امانات و یتمثل فی صنفین من الامانات، به دو بخش از امانات آمده، در دو صنف گفتم متمثل میشه. یکی صنف ولایات، والی مردم، رهبر مردم، و ذالک به تولیت الاصلح فی کل ولایه، در هر ولایت شخصی امیر بشود که اصلح مردم است. دیگه صنف دوم الاموال، در بخش اموال آمده بحث کرده، اموال سلطانی و صدقات و ای که دخل کشور کجاست، خرج او کجاست، از کجا میآید، به کجا مصرف می شود. و والی ها برای رعیت در امور مالی ظلم نکنن، ستم نکنن و مال به شکل صحیح به مردم برسد، دخل و خرج خلاصه حساب شده باشد، فی جانب المدخلات او فی جانب المخرجات، که تاکید میکنه که این کار در مصالح مسلمین عامه هست. بخش اول کتاب او همین موضوع است که افرادی که تعیین میشوند چی در ولایات چی در بخش اموال افرادی صالح باشند، بلکه اصلح از همه باشند. و قسم دوم از کتاب شامل مسائل حدود میشه و حقوق مردم میشه، مثل مسئله قصاص و واجب ولات و اینکه والیا چه چیزی برایشان واجب است، چه کارهایی باید بکنند. و در خاتمه تأکید میکند بر اهمیت شورا و ضرورتها و وجوبها، که از پیش خود کار نکنین، مشوره کنین، بر اساس شورا و مشورت کارا رو انجام بدین. این اساس حکومت اسلامی است که قرآن کریم هم میگه و امرهم شورا بینهم. کتاب شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله همین دو بخش داره در 150 صفحه مباحث مفصل در ضمن آیات و احادیث و اقوال فقها و علما و تاریخ اسلام توضیح داده و سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و از جمله کلام ایشان در این کتاب این است: فالواجب اتخاذ الامار دینا. ببینید میگه مسئله امارت و امیر مردم بودن این به عنوان دین حساب کنید. دین شماست، ایمان شماست، در او اگر خطا و اشتباه میکنین در دین خود خطا و اشتباه میکنین، یعنی به او اهمیت بدین، بی‌پروا نباشین. و قربتا یتقرب بها الی الله، این وسیله است که به این وسیله شما میتونید خود به الله نزدیک بکنید اگر به شکل درست انجام بدین و حق رعیتی که بر شما دارن ادا بکنید. فان التقرب الیه فیها بطاعته و طاعت رسوله من افضل القربات. میگه کسی که از این طریق تقرب بجوی به الله بهترین تقرب است، به شرطی که طاعت الله و رسول بکند.
مثل که ما در حدیث بخاری و مسلم داریم که 7 گروه در روز قیامت در زیر سایه عرش الله متعال هستند. یکی کیست؟ پادشاه عادل است، کسی در بین رعیت خود عدالت میکنه و یکی از اساسات نظام اسلامی مسئله عدالت است که در قرآن بارها به او تذکر داده شده. بعدا میخوانیم، اینا رو بیشتر هم میخوانیم. و انما یفسد فیها حال اکثر الناس لافتقار ریاست المال بها. میگه حال اکثر مردم در امارت ها میگه فاسد است به خاطر اینکه اینها به خاطر دین و عبادت و تقرب الی الله کارو نمیکنند، بلکه به خاطر ریاست و مال میکنند و به این خاطر است که بدبختی به وجود میایه و خیانت ها صورت میگیره و امثال. کتاب خود را باز به 17 فصل تقسیم کرده، 2 بخش 17 فصل. مسئله امامت از حیث وجوب و کیفیت انعقاد و شروط توضیح داده، انواع ولایت و وزارت توضیح داده، بحث قضایایی که به حرب و خراج تعلق میگیره، مباحثی که متعلق به نظام سیاسی است. ببینید این آدم چقدر تسلط داشته به موضوعات علمی و فقهی که در یک شب بشینه اینا رو نوشته کنه به این شکل قوی. واقعا اصلا اعجوبه روزگار بوده. کتاب بعدی بدائع السلک فی طباع الملک. ببینید اینجا عده کتابای دیگر هم هست که ما بحث منابع هنوز به پایان نرساندیم، چند تا منابع دیگر هم هست و علاوه بر اینها من انشالله از کتاب دیگری هم از جای دیگری هم برای شما عده از کتاب ها معرفی خواهم کرد. در سایت سیت الفوائد 30 تا کتاب اینجا معرفی کرده، اینا رو هم به شما توضیح میدم. البته در امروز در این جلسه دیگه بیشتر فرصت نمیشه، به همین اندازه اکتفا میکنیم، بقیه میگذاریم معرفی بعضی دیگر از کتاب ها با معرفی هر کدام که اینا چه خصوصیاتی دارن چه موضوعاتی دارن. انشاءالله در یک جلسه دیگه اینا رو به شما توضیح میدیم تا هر کدام شما که دوست داشتین از این منابع و از این مصادر باز بتوانیم که استفاده بکنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را در تمام امور ما حفظ کند و هدایت کند و توفیق عمل صالح بدهد و ولات امور ما و شما را نیک و صالح بسازد که سبب سعادت دنیا و آخرت رعیت و ملت خود باشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.